نیاز رو بالاخره بگیم که حق مرجع تعالی مال ایشان بوده، این حق رو تثبیت کردیم ما. حالا دیگه رو قبول نکردن نکنم، ما کار نداریم، توجه فرمودین. اما در رابطه با شخص بنده، با اینکه من در کابل بودم، در کابل هستم، حالا نجف نرفتم، اما ارتباطم با شخص ایشان تنگاتنگ بود و از این ارتباط نه اعضای دفتر خبر داشت نه نزدیکانشون خبر داشت. ایشان توسط فرستاده شخصی خود به من یک وکالت فرستاد، در اون نوشته بود اجازه سلس. گفتم قربانت بشم، فدایت بگردم، آیت العظمای فیاض، مشرب من این است که ما فعلا در افغانستان دچار بحرانیم، مردم ما فقیر شده، بیچاره شده، فعلا دیگه با سلس و نصف چاره ما نمیشه. 1000 سال ما به نجف وجوهات فرستادیم، دیگه بس است. من سلس رو قبول نمی کنم که سلس رو بگیرم. من 2 سلس باس مال شما، درسته که تو افغانی هستی، تو رو دوست دارم، ولی نجف به حمدالله مثل ما نیست. کابل حق داره، طلبای کابل فقیر است، حوزات کابل فقیر است، حوزات افغانستان کلا فقیر است. سلس رو قبول نکردم. چند ماه بعدش وکالت دوم فرستاد، نوشته که نصف باشد، نصف مال دارالمعارف، نصف مال نجف. گفتم آقا جان فدا کردم، نصف هم من قبول نمی کنم. چنانچه از ایرانی ها قبول نکردم. گفتم مراجع ایران، افغانستان نیاز داره، اگر به من وکالت میدهید وکالت عام و تام بدهید و الا من نصف سلس قبول نمی کنم. 100 سال ما در خون وجوهات فرستادیم، حالا جاده یک طرف است، حالا ما دچار بحرانیم، دچار مظلومیتیم، ما بیچاره شدیم و الا ما گدا نبودیم. ما 1000 سال به نجف وجوهات فرستادیم، اما حالا بیچاره شدیم، چیکار بکنیم؟ ما لطفی کمکی دیگه هیچ، جاده یک طرف است. خب به هر حال گفتم آقا جان فدا کردم، به نفرش گفتم که نصفم به درد ما نمیخوره، اگر من واعظزاده بیسیدی رو دوست داری اجازه عام و تام بکن. چون ایشان میدید در کنگره بنده نقش ایفا کردم. من درس نهج البلاغه خود رو در مدرسه تعطیل کردم، میادم از ریگرشن تا خاتم الانبیا در دفتر فیاض نهج البلاغه میگفتم، فقط به هدف این که بالاخره ایشون مطرح شوند. کدام آیت درس خود رو تعطیل میکنه میره بس دفتر دیگه درس میگه؟ هیچ کس. کدام آیت از آیت دیگه تبلیغ میکنه؟ ولی من کردم، گفتم با تقوا موافق است. درس خود رو تعطیل کردم، در دفتر آیت الله فیاض درس گفتم که ایشان مطرح بشه. این همه رای بالاخره طولانی، کمپانی کجا و مثلا چوک شهید مزاری کجا، دوستو همه شاهد است. توجه فرمودین؟ ایشون از این قضایا خبر داشت. بعد از چند ماه، 1 سال، ایشان با فرستاده خصوصی خود به من یک اجازه نامه فرستاد. گفت خیلی خوب، دیگه وکالت تمام، دیگه خودتون صاحب نظر هستی، استنباط کنید، اجتهاد کنید، مرجع مردم باشید. اجازه نامه ایشان رو گرفته و به او افتخار میکنم. در اونجا بنده را علامه جلیل خطاب کرده است، خودش مهر کرده، به قلم خود امضا کرده. خب این واقعا ارتباط شخصی بنده با آیت الله عظمای فیاض. از ایشان 2 وکالت داشتم که حالا هم هست و یک اجازه نامه روایی که به هدف استنباط و اجتهاد به من فرستاده از نجف، ولی من نجف نرفتم، خودشم به اینجا فرستاد. اما از این رابطه صمیمانه و دوستانه و برادرانه کسی خبر نیست، چون ما دنبال استفاده جویی نبودیم، ما دنبال کار بودیم، دنبال فعالیت بودیم. از اعتمادی که من کرد، صلاحیتی که من داد افتخار میکنم. امروز اجازه نامه روایشون در دست من است. اگرچه خب بعضی آدمای بیخبر و بعضی آدمای مغرض حرفایی از اونجا گفتن، ولی نه. کابل که کسی به نام آیت الله واعظزاده دیر شده. بله اینه مشکلی نیستیم. نه درس نخوانده، کجا درس خانی مشکلی درس میخواید، بس 30 سال درس میخوانه. او با مجردی که درس خوانده غیرت، مثلا شخصی که دکتر میشد یا مهندس میشد، اونا یک حد معینه، اما درس خواندن نه 30 سال طول داره.
در اشتهاد برسد اشتهاد عالم طول داره ولی اندک زمان مجتهد نمیشه مثلا واضح زاده کجا درس خونده در کابل مجتهد شده